سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بریم سریع سراغ آموزش. خب من اول دارم نشون میدم که دور چشم رو اپلای کردم، یعنی دور چشمم زدم و الان میخوام بهتون نشون بدم که از چه دور چشمی استفاده کردم. دور چشمی که الان من خیلی دوستش دارم دور چشم شیسیدا هستش و به این دلیل دوستش دارم که یه دور چشمی هستش که هایدریتینگه، یعنی باعث آبرسانی پوستتون میشه و همینطور پلامپینگه، یعنی اون رطوبتی که به پوستتون میده و آبرسانی که پوستتون میده باعث میشه که پوست اطراف دور چشمتون شاداب باشه و اون خطوط ریز زیر چشمتون بعد از چند ساعت دیده نشه و اون رطوبت طولانی مدت روی سطح پوستتون میمونه. خب همینطور که میبینین یه بسته‌بندی خیلی کیوتی داره، ولی اینو بهتون قول میدم که حدود 5 الی 6 ماه براتون بمونه. البته بستگی داره که خب حالا چند بار بخواین در روز ازش استفاده کنیم، ولی بافت خیلی کرمی داره. یه مقدار خیلی کم نیاز دارین که اطراف چشمتون بزنین و اینکه با یه اپلیکاتور میاد، همون کوچولو سفیدی که دارین میبینین. منتها قبل از اینکه اونو بزنین، اپلیکاتور رو بزنین داخل کرم، حتما تمیزش کنین. یعنی هر دفعه که میخواین داخل کرم بزنین حتما تمیزش کنین. من معمولا با یه دستمال الکلی تمیز میکنم، ولی شما میتونین با صابونم بشورین و خب تمیزش کنین. حالا با هر دستمالی که خواستین خشک کنین، سعی کنین دستمالی رو استفاده کنین که یک بار مصرف باشه. یه کوچولو کرم پشت دستم میزنم به خاطر اینکه من نتونستم اول ویدیو دور چشم بهتون نشون بدم کرمو. یه بافت خیلی خامه‌ای و کرمی داره و خیلی راحت روی پوست پخش میشه و کانسیلر خیلی راحت روش خوب میخوابه. البته به جز کانسیلرهایی که خیلی رقیق باشن به نظر من دیگه خیلی زیادی میشه اگر شما هم یه دور چشمی این شکلی بزنین که باعث آبرسانی و پلامپینگ میشه، بعد دوباره بیان یه کانسیلر خیلی رقیق خیلی مایعی روش بزنین. به نظر من کانسیلر روش نمیمونه و حرکت میکنه. اما برای کانسیلرهای فول کاور مثل اورگلاس به نظر من به انتخاب درست دور چشم نیاز دارین. دور چشمی که این شکلی به پوستتون رطوبت بده و کانسیلرهایی که فول کاور هستن معمولا بچه‌ها اینا داخلشون پودر دارن و دلیل این که میگن که لانگ لاستینگ هستن و ماندگاری بالایی دارن به خاطر اون پودری که هستش و بافت خیلی غلیظی دارن و این باعث میشه که پوست خشک بشه. دلیلی که کانسیلر اورگلاس داره اینه که شما باید خیلی کم ازش استفاده کنین و اینکه معمولا خطوط ریز فاین لاین ها، یعنی فاین لاین های خطوط ریز زیر چشم، معمولا این قسمت ها. وقتی که شما یک دور چشم پلامپینگ و هایدریتینگ استفاده میکنین که باعث میشه که طولانی مدت اون رطوبت و آبرسانی زیر چشم باشه، وقتی کانسیلر اورگلاس رو میزنین این شکلی خیلی راحت بلند میشه، خیلی راحت پخش میشه و زیر در واقع چشمتون خطوط ریز بعد از چند ساعت مشخص نمیشه و اون پلامپینگی که در واقع دور چشم بهش میده، به پوست زیر چشمتون میده، باعث میشه که هر نوع کانسیلری که شما روش بزنید، حتی خوشترین کانسیلر، حالا من خوشترین کانسیلر هم استفاده نکردم، باعث میشه که این شکلی کانسیلر زیر چشم بخوابه راحت و خطوطم خیلی مشخص نمیشه. نگاه کنین این برقی که دارین میبینین اینجا هنوز از این دور چشم منه. منم ازش ببین چقدر استفاده میکنم. یک کوچولو این قسمت رو میزنم. بعد من دیگه پودر استفاده نمی کنم چون این خودش ست میشه، ولی اگر پوست خیلی خیلی چربی دارین میتونین ستینگ پودر روش استفاده کنین، ولی خیلی کم و خیلی زیاد نزنین. این کاورش با همون 2 تا نقطه 3 تا نقطه‌ای که من گذاشتم تازه
حجمی که گذاشتم این خیلی کم بود و اصلا زیاد نبود، کامل کاور کرد. اگرم یادتون باشه اگر کرمی، محصول کرمی که روی پوستتون خوب نخوابه، همیشه یادتون باشه که با انگشتتون با گرمای دستتون میتونین اونو روی صورتتون در واقع ملز کنین، یعنی یه کاری کنین که کرمه روی صورت خیلی خوب بخوابه. ببینید چقدر خوشگل داره چیز میکنه، همه چیز رو یک دست میکنه. من خیلی کم دارم برمیدارم ها، و اینم بهتون بگم ها، درسته من اینجا نور دارم و ممکنه فکر کنین تو نور داره این شکلی نشون میده، و تو واقعیت هم واقعا خوبه. یعنی میخوام بهتون بگم وقتی که من دارم اینجا آینه دارم از نزدیک نگاه میکنم واقعا خوشگله. و من خیلی بدم میاد اگر کرم روی پوست خیلی بد بخوابه و تکسچر بافت پوست مشخص نباشه، خیلی رو اعصابمه و بدم میاد از این حالت. ولی این ارگلاس این شکلی نیستش، میگم یکم قلق داره. اگر حوصله ندارین، اگر جز اون آدمایی هستین که حوصله ندارین که در واقع مثلا خیلی آهسته و پیوسته با مثلا کانسیلر کار کنین، یعنی کم کم بیلداپش کنین اگه کاور خیلی بالایی میخواین، میگم اگه جز این افرادین که اصلا حوصله ندارین و میخواین سریع یه چیزی رو بزنین برین سراغ این کانسیلر نرین، چون به نظر من یکم نیازه که صبر و حوصله داشته باشین و کم کم باهاش کار کنین، وگرنه خیلی بد رو صورتتون میخوابه. حالا برین اون یوتیوب در واقع چیزایی که کانسیلری که در مورد چی بازم میگم لال شدم. حالا اون یوتیوبی که گذاشتم ویدیوی کانسیلرها رو به نظر من برین ببینین، بهتون کمک میکنه. بعد واقعا دارم بهتون میگم کمک میکنه، فکر نکنید صرفا برای این دارم بهتون میگم که ویو بخوره و از این حرفا. اون خودش قشنگ مثل این میمونه که یه کلاس آموزشیه براتون، برین اونو ببینین. و اینکه اگر دوست دارین که یه کانسیلر مناسب انتخاب کنین، به نظر من اون بهتون خیلی کمک میکنه.